با سلام خدمت دوستان. در این قسمت تعمیر سیمکشی بنزین پراید داریم که ایراد مورد نظر ما کمکاری و عدم شارژ دینام. در این قسمت سیم اصلی برق دینام مشکل داشته که به خاطر شارژ بالا سیاه میشه، در برخی موارد کلا میسوزه و پوره میکنه میرسه. حتما دوستان توجه داشته باشن زمانی که سیمکشی برق اصلی دینام که حتما باید لحیم بشه. اگر این اتفاق نیفته مجددا تو گرم کردن جدا میشه. و مشکل بعدیمون چراغ دینام این خودرو است. دیگه در این راستا که باز شده و تعمیر میشه، کامل سیمکشی تعمیر میشه و برقی که به جعبه فیوز شانت خودرو پراید میاد، این قسمت فیوز وسطی کامل تعمیر و بازسازی شده و بسته میشه. دوستان عزیز، ما در حین تعمیر سیمکشی متوجه شدیم که مثلا این سیمکشی مورد نظر چراغ دینام ما نوسان داشت. در حین تعمیر برخورد کردیم به قطعی سیم که شما الان دارید مشاهده میکنید چراغ دینام خودرو شما هست، یعنی خودرو مورد نظر. ما قطعی رو پیدا کردیم، گرفتیمش. توجه داشته باشید، من قبلتر از اینم خدمتتون عرض کردم که مشکل این ماشین شارژ نکردن، یعنی سیم شارژ بود. ولی اگر چراغ دینام هم در مخصوصا ماشینای ایرانی مثل پراید، پژو، سمند، اگر چراغ دینام هم نداشته باشیم یا قطع باشه، منجر به شارژ نکردن دینام میشه. حتما توجه داشته باشید. مثل این سیمکشی کم ایراد برق اصلی داشته و در حین کار متوجه شدیم که مشکل چراغ دینام هم داشته. حتما موقع تعمیر عایق بندی و اون چسبی که استفاده میکنید خیلی مهمه. از استفاده کردن از یه سری روکش ها، خرطومی ها به مفید بودن عمر سیمکشی کمک میکنه. خب دوستان عزیز، به پایان تعمیر سیمکشی رسیدیم. همونجور که میبینید اتصالی ها گرفته شد، رفع ایراد شد و کاوربندی و عایق بندی شد. سیمکشی آماده نصب هستش. تا دیدار بعدی و تعمیر بعدی و ایبیابی بعدی، بدرود.